پزشکانی که باید بشناسیم در 50 ثانیه. ادوارد جنر. اواخر قرن 18 بیماری آبله یکی از مرگبارترین بیماری‌های جهان بود و هر سال جان میلیون‌ها نفر را می‌گرفت بدون اینکه درمانی برای آن وجود داشته باشد. ادوارد جنر، پزشک اهل بارکلی انگلستان، متوجه شد زنانی که به دلیل کار در دامداری بیماری خفیف آبله گاوی را مبتلا می‌شوند، دیگر به آبله انسانی دچار نمی‌گردند. ادوارد تصمیم گرفت برای آزمایش این فرضیه مقداری از چرک آبله گاوی را به بازوی جیمز، پسر 8 ساله باغبانش که سابقه هیچ یک از دو بیماری را نداشت، تزریق کند و سپس آن را در معرض ویروس آبله قرار دهد. نتیجه شگفت‌انگیز بود و پسر بیمار نشد. این شروعی بود برای واکسیناسیون، ایده‌ای که هنوز هر ساله جان میلیون‌ها نفر را نجات می‌دهد.